بینندگان عزیز، توجه شما را به مهمترین اخبار 24 ساعت توجه شما را به مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته جلب می‌کنم. جان؟ بله. خبر فوری. بله، یک خبر فوری که همکنون به دستم رسید، توجه کنید. پرونده دشمنان نظام جمهوری اسلامی در فرانسه بسته شد. عزاداریه. صدا رو بده. بله، مقام معظم رهبری بعد از شنیدن این خبر در توصیف حالات خود گفتند: از اون وقتی که بار اول افتادم زمین که نفهمیدم البته چجوری شد که افتادم، تا وقتی که به کلی بیهوش شدم که بعد از مثلا چند روز به هوش آمدم، 3 مرتبه به هوش آمدم. در این فاصله 3 بار لحظاتی به هوش آمدم و هر دفعه یه احساسی داشتم که اون حالات هیچ وقت من یادم نمیره. یکیش اینه، حالا اونی که اینجا عرض میکنم اینه. در یکی از حالات احساس کردم که دارم من میرم، یعنی دارم میمیرم، یعنی احساس کردم که مرگ در مقابل منه. این احساس رو انسان داره و منقطع میشه، از همه چیز منقطع میشه و من این حالت انقطاع رو در اون وقت احساس کردم. بمیرم مقام عظما، نمردیم و تو رو تو حالت انقطاع هم دیدیم. نه مسلطم. برای جا آوردن حال مقام عظما و اعتراض به دولت‌های اروپایی از کلیه بسیجیان دعوت می‌کنیم که در جلوی سفارت‌های همه کشورهای اروپایی حضور به هم برسانند، به صرف شام و شربت و شیر کاکائو و نوشابه قوطی و از این یارو دلسترا و نون بدن همه جو. نه میدن خانم، میدن. نه من صحبت کردم، میدن بابا. این قضیهش خیلی مهمه، این اون دفعه نیست، موضوع جدیه بابا. نه من بیان جون من، بیان دیگه. آره. و اکنون ادامه اخبار. نماینده مقام عظما در امور اطفال طی یک موضع‌گیری شدید خارج شدن دشمنان نظام از را محکوم کرد و گفت خواستم که تعارف کنه، نگوید که بخواه شما تعبیر کنیم. گفتم که یک چند روزی شما بر تغییر آب و هوا نه دیگه، بر شما هر 4 ساعت دلار داره. چی گفت؟ اصلا اینم شد موضع‌گیری. فارسی داشت صحبت میکرد. خب زیر نویس میزدی. خب عجب داستان. ولی خیلی شدید محکوم کرد، میدونی، خیلی شدید محکوم کرد. من فهمیدم یه تماس باهاش بگیرین، اینقدر شدت به کار میبره یه المنتاش نسوزه اینجوری جوش میاره. آره یه صحبتی باهاش بگیرین. در انتها توجه شما را به اخبار هواشناسی جلب میکنم که خودم میام بهتون بگم هوا چطوری. بریم. بله، با سلام مجدد خدمت شما. والا تا قبل از اینکه اخبار شروع شه هوا کمی تا همش خوب بود، اما یهو یک موج دامنه بلند از اروپا با یه توده هوای سرد پیچید لای جبهه هوای گند. بعد اگر اومده همونطور که مشاهده میکنه خانم میدونن با رگبارهای آکنده و پراکنده خورده تو سر این آلاینده هم زدن تو کمی تا قسمتی از آدم. بعد یه جبهه دیگه یه جای دیگه باز شده، باید هممون اعزام شیم همون جبهه. اصلا داغون. چون داستان مثل تروریستی عظیم مرا از اون داستان قصه و از پایین تحریم از بالا حمله و اصلا یه توزه داغون شده. افتادیم خفن داغون. اصلا یک آب و هواتون بخیر.